با ادامه خبرها خوش آمدید. شورای ترکمنها در ولایت بلخ در واکنش به بی‌تفاوتی مسئولان محلی این ولایت در رهایی یک کودک ربوده شده در مقابل دروازه این ولایت خیمه تحسن برپا کرده و از حکومت خواهان رهایی آن کودک از چنگ ربایندگان شده. عبدالرؤوف کودک 9 ساله زمانی که به طرف مکتب روان بود از مسیر راه از سوی افراد ملبس با یونیفرم نظامی اختطاف شد. خانواده او میگوید بیش از 1 ماه که پسرش را ربایندگان ربودند، اما تاکنون نیروهای امنیتی برای پیدا کردن او کاری نکرده است. در ادامه دادخواهی‌های اعضای شورای ترکمنها در ولایت بلخ و خانواده کودک ربوده شده، آنان با برپایی خیمه تحسن در مقابل ولایت بلخ خواهان رهایی این کودک شدند. عبدالحی حامیدی رئیس شورای سراسری ترکمنهای زون شمال کشور و شماری از بزرگان ملیت ترکمن در ولایت بلخ خواهان رهایی عبدالرؤوف، دانش آموز مکتب خانه نور که نزدیک به 1 ماه پیش در جریان رفتن به مکتب از سوی ربایندگان اختطاف شده بود هستند. امروز همه ما شما میدانیم چقدر تکنولوژی پیش است. توسط موبایل و امثال هم میتواند جای را تثبیت بکنه، ظالم را پیدا بکنه و این مظلوم را از دست همان ظالمین چی بکنه؟ رها بکنه. بنابراین ویدیویی که چه قسم شکنجه و این عبدالرؤوف جان داده، دستا بسته برهنه، خود پدر میگه پدردان چرا پیسه را دوست داری؟ پیسه را بیتی مرا رها بکن. هیچ وجدان زنده مسلمان این حالت را قبول نمیکنه. پدر این کودک میگوید چندین بار به نهادهای امنیتی مراجعه کرده و قضیه را به آنان بازگو کرده است، اما با گذشت 1 ماه تا اکنون مسئولان هیچ اقدامی برای رهایی فرزندش از قید اختطافگران نکردند. جستجو تا 32 روز تا هنوز یک کلمه ما از ولایت هم حرف نشنیدیم، از امنیت هم، از پلیس هم. ما قماندان امنیه را هیچ ندیدیم تا امروز. قماندان امنیه کی است؟ چی رقم است؟ در کجا دیدیم قماندان امنیه از ما خبر گرفته باشد؟ آنان میگویند با وجودی که بارها صدای دادخواهیشان را بلند کردند، اما تا اکنون نه حکومت محلی و نه حکومت مرکزی صدایشان را نشنیده و مجبور شدند تا در مقابل درب ولایت دست به تحسن بزنند. پارسال هم یک بچه به نام محمد جمای شهید یا شهید ساختن ناجوان مردانه، گرچه تنها محمد جمای شهید نیست، تقریبا 17 نفر یا اختطاف کردن. یک تعدادشان یک امرای یا جرامت کرده اعلام شدن، یک تعدادشان هم گم شده رفتن و اینی 18مش است. یا همین ارگان‌های امنیتی کشفی ولایت با آدم ربایات دست دارن یا نمیخواین به داد مردم ملیت ترکمن رسیدگی بکنند. و شما چرا والی صاحب خودشان با مردم دلایل قناعت نمیتن؟ شما در رئیس سکتوری هستین، به شما همین موضوع هیچ ارتباط نمیگیرستن. اما مسئولان محلی ولایت بلخ تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قرار است شورای جمعیت اسلامی ترکمنها، سازمان اجتماعی حرکت ترکمنهای افغانستان و شورای همبستگی اسلامی ترکمنهای صفحات شمال دادخواهی مشترکی را در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله در بلخ و ولایت کابل راه اندازی کنند.